درود بر شما، بهمن هستم، چهل امیرانی. چندی پیش من یک نقاشی رو دیدم که من رو این نقاشی با خودش برد به 40-50 سال گذشته و خواستم امروز اون رو با شما تقسیم کنم. همونجور که میبینید در آسمونی که نه این جهان، شاید جهان دیگری رو تداعی میکنه، کسانی که دیگه بین ما نیستند در اون جهان شاید به شکل نومادین زندگی میکنند یا اسطوره‌ای. دوتا ابر میبینیم در آسمان، در یک سو روح الله خمینی روی یکی این ابرها نشسته و سرافکنده، دوتا شاخ هم از روی سرش در اومده که یک دیو رو تداعی میکنه. بهش هم سرم زدن که گویی همچین حال خوشی ایشون ندارن. در سوی دیگه پهلوی دوم پادشاه ایران رو میبینیم که به گونه‌ای نمادین در شکل یک فرشته خودشون رو نشون میدن، شاد و شنگول رو ابر خودشون نشستن و به خمینی میگن که از آب و برق مجانی چه خبر. این عکس من رو نخست به یاد این باور قدیمی که در فرهنگ‌های زیادی هم هست انداخت که میگن بر روی دو دوش شونه های انسان روی یکشون یک فرشته هست، روی اون یکی یه دیو و اون فرشته کوشش میکنه که انسان رو دم گوشش بخونه و به راه راست و درست راهنمایی کنه و بر روی اون یکی شونه ما یه دیو هست نشسته که تو گوش ما میخونه که چگونه راه نادرست رو و راه دروغ رو انتخاب کنیم. که این نقاشی مقدار من رو به یاد اون باور انداخت و اینکه در سال 57 اگر یادتون باشه پهلوی دوم پادشاه ایران نوید تمدن بزرگ رو در زیر گوش مردم ایران زمزمه میکرد با همه جزئیاتش و در جای دیگه خمینی نوید حکومت وحشت رو میداد بدون اینکه محتویاتش هم چندان روشن باشه که چی هست. و در این دو پیشنهادی که به ملت ایران داده شد مردم ایران کمتر یا بیشتر فریب خوردند یا حالا به هر دلیل دیگه‌ای راه خمینی رو رفتند و در این 40-50 سال چه خودشون رو شوربخت کردن. این یکی از نگاه‌هایی هستش که میشه به این نقاشی داشت. نگاه دیگه نگاه این پدیده پیروز شدن و شکست خوردن هست. اگر ما برگردیم به بهار سال 1357 در اون زمان هیچ کس خمینی رو نمیشناخت در جهان، در بین ایرانی هم همین جور بود. تنها یک گروه کوچک مذهبی تا اندازه‌ای با ایشون آشنایی داشتن. رساله هاشون چندان طرفدار نداشت که کسی بخواد بخونه مگر اسلامی های تندرو و پیشنهاداتی که اونجا داده بودن برای ولایت فقیه و غیره تنها طرفدار داشت بین اسلامگرایان تندرو و کسی ایشون رو تا تابستون یا پاییز با اون صورت نمیشناخت. سال 57 این شناخت از زمانی آغاز شد که خمینی از عراق به فرانسه رفت. اونجا 24 ساعته با ایشون شبکه‌های جهانی مصاحبه می‌کردن تا لحظه به لحظه هر چی که اتفاق می‌افتاد ایشون میگفتن، خبراش در جهان و در ایران هم پخش می‌شد. در همون بهار سال 57 که هیچ کس خمینی رو نمیشناخت، همه ایرانی ها و
میشه گفت همه مردمان جهان شاه رو دهه ها بود که میشناختند و در بسیاری جاها از ایشون به نیکی یاد میشد. وقتی که ما به اسناد نگاه میکنیم میبینیم که در راستای کارهایی که ایشون انجام داده بودن حتی کاندید جایزه نوبل هم شده بودند، در نامشون در فهرست کاندیداها دیده شده. بسیاری ایشون رو در جهان آزاد نه تنها یک سیاستمدار و یک پادشاه میدونستند که ایشون رو یک فیلسوف هم میدونستند و بسیاری از ایشون مشاوره میگرفتند و نام خوشی داشتند در جامعه جهانی. همینجوری این دهه ها اومد و گذشت، به یک باره میبینیم از آغاز سال 1357 کف ترازو به یک باره برمیگرده و همه اون تعریف کردن ها از پهلوی دوم به یک باره تبدیل میشه به یک سیاه‌نمایی وحشتناکی از ایشون که یک چهره زشت و بسیار زننده‌ای از ایشون به نمایش گذاشته میشه، هم بین بخشی از جامعه ما در بین مخالفین ایشون و هم در جامعه جهانی و حتی دوستان ایشون هم در اون دوره ترجیح دادند، انتخاب کردند که سکوت کنن و این رسانه‌های جهانی میشه گفت پس از جنگ جهانی دوم برای نخستین بار با هم وارد یک پیمان شگفت‌انگیز و ویرانگری شدن که از پادشاه ایران یک دیو بسازند و در برابر ایشون یه فرشته‌ای رو قرار بدن که این فرشته شد به یک باره آقای خمینی. به بیان دیگه میشه گفت روز رو شب کردند و شب رو روز، و این خودش برای خودش نشون میده که رسانه ها میتونن چقدر قدرتمند باشن که بسیاری از واقعیت های این جهان رو وارونه نشون بدند. و کار به جایی کشید که زمانی که پادشاه ایران رو ترک کرد و خمینی به ایران اومد، حتی اشاره به این شد که چون دیو بیرون رود فرشته درآید، و مشخصا نیت از این سخن پادشاه ایران بود و که شدن دیو و خمینی که شده بودن فرشته. به ظاهر با فرارستن 22 بهمن سال 57 شاه شکست خورد و خمینی پیروز شد. اما یادمون هم باشه که همیشه کسانی که به شکل حرفه‌ای در کار تاریخ نویسی هستن میدونن این رو، که تاریخ رو همیشه کسانی می نویسن که پیروز شدند، و چون خمینی رو داره دستش و همه اون قدرت‌های جهانی که دوست داشتند این اتفاق در ایران بیفته پیروز شدند و قلم هم دست اونها بود، تاریخ رو اونجور که دوست داشتن برای خمینی که پیروز شده بود نوشتن و همچنان یک سیاه‌نمایی وحشتناکی در مورد پادشاه ایران و اون دوره تاریخی ایران انجام شده و هنوزم میشه، و یک گونه سفیدنمایی از خمینی و دار و دستش و دلیل به قدرت رسیدن اینها. از این رو هستش که تاریخ نویسا میگن تاریخ رو کسانی که پیروز میشن مینویسن. اگر بخوایم یه مقایسه مناسبی داشته باشیم میتونیم رویداد 57 رو با داستان به قدرت رسیدن نازی ها در آلمان مقایسه کنیم که اگر آلمان نازی جنگ جهانی دوم رو پیروز میشد، بدون تردید تاریخ رو به گونه‌ای مینوشت که من و شما امروز تصور دیگه‌ای داشتیم از هیتلر و دار و دستش و دیگرانی که هیتلر اونها رو نابود کرد، درست همینجوری که ما 57 تجربهش کردیم. بنابراین دقت داشته باشیم که تاریخ رو
چه کسی نوشته؟ کسی که پیروز شده یا کسی که شکست خورده؟ و محتوای اون چه که اینها نوشتند آیا راست و درست هست یا دروغ و ساختگی؟ از این که بگذریم، پدیده دیگه هستش که این نقاشی من رو به یاد اون میندازه و دونستنش به گمان من بسیار مهمه. ما انسان ها عادت داریم که به هر چیزی به دید پیروزی و شکست نگاه کنیم. آیا برنده شدیم یا بازنده؟ اما زندگی در این جهان پیچیده تر از این حرف هست که فقط با پیروزی و شکست بخواد به پایان برسه. داستان این هستش که چیز دیگه‌ای هم ما داریم در این جهان که بهش میگن موفق شدن یا موفق نشدن، که در اینجا در این عکس در این نقاشی خودش رو بسیار زیبا نشون میده. 40-50 سال پیش که این دوره‌ای بود که از شاه یه دیو ساختند و از خمینی یک فرشته، از خودمون بپرسیم که چی شده که حالا پس از گذشت 40-50 سال کسانی میان که جور دیگه‌ای نقاشی میکنند و از شاه یه فرشته اینجا میسازن تو نقاشی و خمینی شده اون دیوه، در واقع اون چیزی که در واقعیت بوده. چگونه است که واقعیت خودش رو نشون میده؟ برای اینکه بهتر بتونیم اینو پیگیری کنیم که چی میشه که این گونه میشه در تاریخ، میبایستی ما تفاوت بذاریم از یک سو بین اون چیزی که پیروزی و شکست هست و از سوی دیگه اون چیزی که موفق شدن و ناموفق شدن هست. پهلوی دوم در سال 57 پس از نزدیک به 40 سال پادشاهی شکست میخوره به خاطر اونچه که در سال 57 رخ میده و پیروز خمینی از آب در میاد و چون خمینی پیروز میشه تاریخ رو خمینی مینویسه. اما اتفاقی که میفته این هست که گذر زمان نشون میده که این شاه بود که موفق شد و خمینی ناموفق. چرا؟ چون دستاوردهای این دو رو تاریخ داره به ما کاملا نشون میده و ما چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، چه بپسندیم چه نپسندیم، چه طرفدار این باشیم یا طرفدار اون، هر باوری که داریم، از هر کجای ایران یا جهان میایم، از هر سرای ایران که میایم، تفاوتی نمیکنه. واقعیت خودش رو نشون میده و واقعیت این هست که کسانی که در طول تاریخ برای انسانیت کار انجام میدن، در راه راست و درست تلاش میکنن، گام بردارند، در نهایت موفقند، حتی اگر شکست بخورن. اما کسانی که در راه انسانیت گام بر نمیدارند که خمینی این انتخاب رو کرد، شاید در کوتاه مدت در یک مقطع تاریخی پیروز بشن، اما در دراز مدت زمانی که ابرها به کنار میرن و خورشید که نماد اون چیزی هست که راست و درست در این جهان خودشون نشون میده، ما پی میبریم که کی موفق شده و کی موفق نشده، که در اینجا کاملا روشنه که دستاوردها و پیامدهای هر دو شخصیت رو ما زیر ذره بین بذاریم. کارنامه شاه و کارنامه خمینی رو در این سده‌ای که گذشته و دوره‌ای که پس از این دو بوده و هست و خواهد بود، خیلی راحت سنگین سبک کنیم ببینیم که شاه موفق شده اما خمینی ناموفق، گرچه سال 57 خمینی پیروز شد و شاه شکست خورد. بنابراین تفاوت هست بین از یک سو پیروزی و شکست، از سوی دیگه موفق شدن و ناموفق شدن.
برای اینکه این رو بهتر تو ذهنیت ما جا بیفته میتونیم در جاهای دیگه نمونه‌های بیشماری رو بهش فکر کنیم. من اینجا در این زمان کوتاه تنها به یکی اشاره میکنم. میشه فکر رو برد توی زمین فوتبال رو نام میبرم به خاطر اینکه میدونم که بسیاری علاقه‌مند هستند به این بازی فوتبال. بارها شاید برای شما پیش اومده که یه بازی فوتبال رو تماشا کردین، تیم آ با تیم ب بازی کرده، حالا میخواد بازی‌های باشگاهی باشه یا جهانی و ملی فرق نمیکنه. شما میبینید که تیم آ خیلی خوب بازی میکنه، یه بازی زیبایی به نمایش میذاره. همه تماشاچی‌ها که در زمین دارن بازی رو دنبال میکنن و همه اینا که نشستن جلوی تلویزیون دارن بازی رو تماشا میکنند از بازی لذت میبرند، به شور و هیجان اومدن. درست دلیلی هست که ما یه بازی ورزشی روی فوتبال رو تماشا میکنیم، برای اینکه ببینیم و لذت ببریم. بنابراین تیم آ موفق شده که زیبایی فوتبال رو به نمایش بذاره. اما به یک باره ما میبینیم در طول بازی، در این 90 دقیقه که دو تیم آ و ب دارن بازی میکنن، تیم ب بازی زیبایی به نمایش نمیذاره. شاید رفته فقط دفاعی داره بازی میکنه که گل نخوره و شاید هم اینجا اونجا در یک فرصتی که چه بسا به یاری داورم بوده یه پنالتی میشه و تیم ب پنالتی رو گل میکنه، بازی رو میبره، پیروز میشه. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ تیم آ شکست خورده، تیم ب پیروز شده. اما کدوم از اینا موفق شدن بازی خوبی رو به نمایش بذارن؟ تیم آ که شکست خورده، نه تیم ب که پیروز شده. این دقیقاً تفاوتیه که ما اینجا بین شاه و خمینی میبینیم. شاه یه بازی زیبایی رو در سرتاسر زندگیش، همینطور پدرش و همینطور پسرش، یک بازی زیبایی رو به نمایش گذاشتند که درش یک انسانیت کاملا به چشم میخوره، دو ایرانیت. یعنی اینا انسانیت و ایرانیت براشون اولویت بوده، بنابراین موفق شدند. به خاطر همین هم هست که جهان اینها رو یاد میکنه. به خاطر همین هست پس از 40-50 سال هنوز میبینیم که فیلم ها و عکس ها و مقاله هایی که در مورد خانواده پهلوی نوشته میشه بیشترین حجم رو در رسانه ها داره، در شبکه های اجتماعی داره. چرا؟ چون اینا موفق شدند. اگر موفق نبودن اینقدر در موردشون نوشته نمیشد، گفته نمیشد، فیلم ساخته نمیشد و غیره. به همون دلیلی که برای خانواده پهلوی شد، اما به همون دلیلی که برای خانواده قاجار ما میبینیم که اونها 125 سال بودن ولی کسی به یاد اونها نیست. چرا؟ چون اونها موفق نشدند، اونها ناموفق بودن. خانواده پهلوی موفق بوده. اما خمینی اون تیم ب هست که یه بازی خیلی بدی رو به نمایش گذاشت و آخرش هم به کمک داور که در اینجا داور میشه قدرت‌های جهانی، با یه پنالتی بازی رو برد و پیروز شد. اما چون انسانیت و ایرانیت در اولویتش نبود و بسیاری زشتی‌های دیگه در اولویتش بودن، گرچه پیروز شد و شاه شکست خورد در اون مقطع تاریخی، اما تا این جهان باقی است، تا این چرخ گردان میچرخه و تا زمانی که ما هستیم رو تاریخ رو مینویسیم، تاریخ و جهان از خانواده پهلوی به عنوان کسانی که موفق شدن یاد میکنن، مثل اون تیم آ که خوب فوتبال بازی کرد، زیبا، و از خمینی و دار و دستش به عنوان کسانی که ناموفق شدن. اون تیم ب که زشت بازی کرد، آخرش هم به کمک داور زوری گل زدن و دلشون خوش بود که بازی رو بردن.
بارزو بهترین ها برای شما رو به مهر و خرد ایرانی خودتون میسپارم. با سپاس و بدرود. Many of you have asked me, why Iran? Chelsea, why this movement? Why Iran? Why? And I have a better question. Why not Iran? I don't think one need explicitly know Iran to know the world Iran made. I often go to Bosnia. It's one of my favorite places in the world. And as you walk through the capital of Bosnia, Sarajevo, and you go through the Bash Chashia, you will see Iranian motifs in the artwork. You'll see it in the plates and some of the clothes. But why is Persian artwork sitting in the middle of Europe? Well, the Turks ruled Bosnia for 500 years, but you'll see the same motifs in northern India. So what is Persian art that is sitting in the middle of Europe doing near the Bay of Bengal? And the answer simply is that the artery between these two places is Iran. The heart and lungs and arteries and blood vessels of our world are and have always been Iran. 25% of the modern Turkish language is Persian. And that's not shocking news to anyone here. We have Azeri Iranians in the audience. We have Turkmen in the audience. We had an Azeri speaker. Hello, Gugush. Given the geography of Azerbaijan and Turkey relative to Iran, it's not shocking that these two places would share words. But it might be shocking if I told you how loan words come to pass in foreign languages. In Swahili, the word for book is kitab, which is Arabic. Why is Arabic sitting in a Bantu language? Well, the first time that the Bantu peoples of the coast of East Africa ever interacted with the concept of a bound book with paper and pages and ink was from the Arabs. Because written language is very young. We've only had written language for 4,000 years. We've been a species for 200,000 years. It blew their minds. It was something they'd never seen before. The parameters by which they understood reality were no longer adequate, and they needed a new word, so they took this word. So now, when I tell you that thousands upon thousands upon thousands of words in Turkish and in Urdu and in Arabic and in Bosnian and Hindi are Persian words. It's because when people interact with this land, you make their reality bigger. That's what you do. You make the world bigger. The world is better with you in it. And for 44 years, the Islamic Republic tried to make you small. They said to the Baluch, be less Baluch. They said to the Kurds, be less Kurdish. And they said to the Lurs, be less Lur. And they said, Azeri, Turkmen, stop speaking your language. And what did they get in response? They got this revolution instead. Because they may burn and break your bodies, but they could never burn and break Iran. As much as your hearts break now, and as much as it hurts, as much as you cry, and as much as it's hard to go on, I'm telling you now, Iran, these 44 years of the Islamic Republic will wash away, and this will be nothing but a bad dream you had once. Because what is 44 years when compared to 3,000? The people of Iran have come to take their inheritance. And there is not one single being on earth that can subjugate this nation.
The people of Iran have come to assert their rightful place as an inspiration and a light and an engine of inspiration and ingenuity to humankind that they have always been since the dawn of humankind. And they will not stop until it is so. Zindabad, Iran! Thank you.